میگفتن یه جوونی بود فقیر، یتیمم بود. تمام سرمایه و دارایی او یه بیل بود و یه کلاه. جوونا گوش کن، این صبحا مثل بقیه کارگرها و حمالا میرفت، یه میدونی بود تو شهرشون، میایستاد، هر کی کارگر میخواست میومد، هر کارگری هر مدلی میخواست برمیداشت میبرد، کارش بود. فقیر. مادر او رو با بدبختی و یتیمی بزرگ کرده بود. این یه روز صبح رفت مثل هر روز برای دنبال کار و کارگری. اتفاقا اون روز دختر پادشاه صبح زود رفته بود برای پیاده روی و هواخوری، سوار کجاوه بود، داشت برش میگردوندن، رسید به این میدان. توی سر صدا میاد، پرده محمل و زد کنار، دختره یه نگاه بکنه بیرون ببینه چه خبره. تصادفی چشش افتاد تو چشم این جوونه، حمال فقیر بیچاره. دختره چیزیش نشد، دختر پادشاه بود، این هم کارگر جستی. ولی پسره وقتی چشش به دختر افتاد، نه یک دل، هزار دل عاشق دختر پادشاه شد. اینم رفت. یه وقت دیدن این جوان حمال کارگر بیلش انداخت و راهشو کشید به طرف شهر. رفیقاش گفتن کجا میری؟ گفت امروز حسش نیست، ما داریم خونه. یعنی چی؟ گفت حال کار. گفتم فقط بیلتو ببر. گفت بیلم هم نمیخوام. آمد خونه. مادرش گفت که چرا زود اومدین؟ گفت من اعصاب ندارم، رو مخم هم راه نرو. رفت یه گوشه اتاق گرفت خواهد. ظهر نهار. گفت نهار بخور. گفت نمیخوام. شب یه شام بخور. نمیخوام. فردا صبح صبحانه بخور. نمیخوام. چه مرگیت شده؟ و حرف نزن، من حوصله ندارم. نهار شد. گفت نهار بخور. 2 روز هیچی نخوردی. گفت نمیخوام. آخه چته؟ گفت من عاشق دختر پادشاه شدم. گفت دختر پادشاه؟ گفت تو به گور پدرت خندیدی؟ پادشاه اگه بفهمه تو اسم دخترش آوردی پوستتو میکنه. خجالت نمیکشی؟ لقمه رو اندازه دهنت بگی. دختر پادشاه به من تو چه؟ من عاشق شدم دیگه، چیکار کنم؟ شب شد شام نخورد. روز سوم صبحانه نخورد. مریض. دکتر آوردن. دکتر گفت ایشون عاشق شده، اینجوری هم داره میگذره، این میمیره. گاخه این دست رو کسی گذاشته که پدر جد ما هم جمع بشه نمیشه بگیرسی. حالا میترسیدن به این دکتره بگه این عاشقی کی شده که یک میره لو بده. زن دونا بود. یادش افتاد شوهر خدا بیامرزش با یکی از کارگرا و خادمای تو دربار رفیق بود. رفت خادمه رو پیدا کرد، گفت راستیاتش پسر من یه غلطی کرده، عاشق دختر پادشاه شده، 3 روز هیچی نخورده داره میمیره، ما چیکار باید بکنیم؟ گفت توی دربار یه وزیر اعظم خیلی دونابیناست، من با او مشورت میکنم. او چی میگه؟ به وزیری گفتن. وزیری گفت من ولی پسره رو ببینم، این دیدنیه. جرأت کرده اسم دختر پادشاه رو بیاره، لباس مبدل تن وزیر کردن و شبانه بودنش خونه این گریه، خونه این فقیره کارگر حماله، آسمان جله به قول قدیمی. دید یک جوان برومند ولی فقیر،
گفت تو عاشق دختر پادشاه شدی؟ گفت با اجازه. گفت قرار نیست دست برداری؟ گفت میمیرم ولی از این عشقم عقب نشینی نمیکنم. حالا چه چیزی نمیخوری؟ گفت دیگه من از روزی افتادم. گفت من یه پیشنهاد دارم برات، اگه خوب عمل کنی به آرزوت میرسی. گفت چیه؟ گفت اولا پاشو غذا بخور، جون بگیری. گفت نه پیشنهادت رو بگو. گفت یه عبا بهت میدم، بیرون شهر کوهستانیه، فلان کو رو بلدی؟ گفت آره. گفت بالا یه غاره. گفت آره. دیدی؟ گفت آره. گفت با این عبا با این سجاده میری تو غاره 3 4 5 ماه فیلم آبدار رو بازی میکنی. قشنگ فیلم بازی میکنی، چون این اهل خیلی نماز این هم نبود. نماز میخونی، سعیم بکن که گریه هم بکنی. هرچی گریه بکنی عرفانت بالاتر میره، بیشتر میدونی جذب. وقت چطور میشه؟ گویی چی، من بعدی 5 6 ماه پادشاه رو با زنش و دخترش میارم، بعد حواس جمع باشه، هر وقت به اشاره کردم بسه تو رو سجاده بشین، من مقدمات ازدواج تو خواستگاری رو جور میکنم. گفت باش. شامل رو خورد و عبا رو برداشت و با سجاده شبیه رفت غار. به عشق دختر پادشاه اینقدر خوشگل نماز میخون، فیلمشو بازی میکرد که کسی بو نبره این زاهد نیست. چون میگفت من پادشاه رو بهش میگم یه زاهد اومده، خیلی جوان عجیبیه، دیدنیه، میارمش اینقدر تعریفتو میکنم که عاشقت بشه، دامادش بشه. هی هم زور میزد گریه کنه و کم کم اشکا اومد و در فراق دختر پادشاه و گولی 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 اشک میریزه. دیگه ماهر شده بود تو نماز خوندن و گریه کردن. اهل این حرفا هم نبود، فقط به عشق دختر پادشاه. هر روز صبح هم میومد دم غار یه نگاه پایین میکرد، دامنه کو رو یه نگاه میکرد این پادشاه میاد یا نه. یه 3 4 ماه گذشت دید بعد پادشاه با کالاسکه طلاییش و زنش و دخترش و خدم و حشم و وزیر و وکیل و همه آمد. از بالا تا دید اینا از دامنه کو دارن میان بالا، یه فکری کرد و یه سری تکون داد و رفت وایساد رو سجاده شروع کرد نماز خوندن. گریه به قول قرآن کریم تفیض من الدمع حزنا. پادشاه اومد بالا و وزیر اومد بالا و زنش و دخترش و وزیر تا نگاه کرد دید این چه نمازی میگونه، از زاهدا زاهدتر خوشحال شد. گفت ولی کرده تو دلش عجب پسر زرنگی، منم اگه دختر داشتم با این ناله های ای بهش میدادم. به پادشاه گفت ببین چقدر خوشگل. گفت من ندیده بودم تو عمرم کسی اینقدر قشنگه واقعا. گفت ظاهرا مجردم هست، دامادی بهتر از این نیکو اگه قبول کنه منت سر ما. وزیر خوشحال شد. وزیر اومد بغلش یواشی گفت که بس دیگه دید محل نمیز. آمد آستینش گرفت و کشید گفت بس دیگه فایده نداره، قرار گذاشته بودن محل نمیذاره. آمد برسید بغلش گفت مرد چه ایرا رو من خودم نشونت دادم بس دیگه محل نمیذاره. نشست کنار سجاده که این 2 رکعتش تمام میشه بلندش نماز بعدی رو چیزی که گفته پیل نماز چه بازی در میری. گفت آقای وزیر دست پادشاه رو بگیر با دخترش و زنش و تمام اینا که بردی برید پایین، من زن نخواست.
من میرم یک دختری میگیرم به ننم و خودم و زندگیم برسه. ما نخواست. گفت من تمام مقدماتو جور کردم، این همه 5-6 با زحمت کشیدیم، پادشاه داره میگه اگر منت سر ما بگذاره این داماد ما بشه ما افتخار میکنیم، آقا چرا خرابش میکنی؟ زد زیر گریه گفت آقای وزیر من که نمیتونم سر خودم کلاه بگذارم، شما که از دامنه کو داشتید میمدید بالا یه فکری به ذهن من رسید، زدم تو سرم گفتم خاک تو سرت کنم 5 ماه 4 ماه دروغی نماز خوندی، ریایی نماز خوندی، کارت به جای رسیده که پادشاه دیدنت میاد، اگه راستی خدا رو صدا بزنی به کجا میرسی؟ من 4 ماه رو حقه بازی نماز خوندم کارم به اینجا رسید. من خدا رو ول کنم پادشاه بگیره؟ من تازه فهمیدم عاشق کی باید بشه.